ورزشگاه فوتبال غازی مراسم اختتامیه لیگ برتر فوتبال پایتخت. رقابت‌هایی که با حضور 9 تیم 3 ماه قبل در ورزشگاه غازی کابل راه اندازی شده بود و نزدیک به 1 ماه قبل با قهرمانی تیم فوتبال گلرنگ و نایب قهرمانی تیم فوتبال اتحاد کابل به پایان رسیده بود، مراسم اختتامیه آن روز گذشته 24 حمل برگزار شد. در حاشیه این مراسم مسئولان اداره ورزش و فدراسیون فوتبال کابل از دستاوردهای اخیر ورزش کشور سخن میگویند و بر پشتیبانی همه‌جانبه‌شان تاکید می‌ورزند. زموږ د فوتسال ملي ټیم لوبې وکړې او ښه لاسته راوړنې درلودې. همداسې د اوس دستي زموږ او تاسو د فوټبال ټیم په سعودي عربستان کې له دوو قوي هیوادونو سره ښې لوبې وکړې. متاسفانه چې موږ بریا نه درلوده، ولې زموږ خپلو ورزشکارانو او د ملي ټیم لوبغاړو په ډیره مردانگی سره او په ښه وړتیا سره لوب ترسره کړه. لیگ برتر فوتبال ولایت کابل بود. خوشبختانه تیم خوب گلرنگ با بیشترین امتیاز قهرمان از این مسابقات شد و رای مسابقات زونای افغانستان شد. انشالله ما باور و توانایی تیم گلرنگ باور داریم میتونیم در مسابقات زونا هم نتایج خیلی خوب بگیریم. ما به عنوان خادمتان در فدراسیون فوتبال ولایت کابل یک وعده را به تیم گلرنگ میتونم که انشالله مسابقات زونای افغانستان در مرحله اول مسابقات زون مرکز را انشالله خود ولایت کابل میزبانی خواهد کرد. در همین حال سرمربی تیم فوتبال گلرنگ از آمادگی این تیم برای رقابت‌های زون‌های فوتبال کشور و خریداری بازیکنان بیرون مرزی برای حضور در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان میگوید. ما قهرمان که شدیم، آمادگی یا پلانی که داریم، بعضی نکات‌های ضعف که داریم در لیگ بر ما معلوم شد. از لحاظ تکنیکی خواست ما از گلرنگی بود که رفتیم امروزشون ششتیم صحبت کردیم که بتانیم یک 4-5 بازیکن خارجی بین بازیکن‌های خود داشته باشیم تا آماده شیم برای قهرمانی زونا بخیر و تیم بکشیم بخیر به لیگ قهرمانا. تمام کوشش بچه‌ها با ده بازی 8 برد ما تونستیم که قهرمان لیگ شویم و به هوادارهای خودم وعده داده بودیم که قهرمان میشیم و به اساس پلان‌های تیم خیلی پلان‌های بزرگ داریم که انشاءالله بتوانیم بخیر به لیگ قهرمانان صعود کنیم. قرار است تیم فوتبال گلرنگ به نمایندگی از فوتبال کابل در رقابت‌های قهرمانان زون‌های فوتبال کشور برای راهیابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان حضور پیدا کند.